آیا دوست داری یه ددی فاکر باشی ولی اعتماد به نفسشو نداری؟ آیا وقتی دهنتو باز میکنی و 2 کلمه میخوای با یه دختر حرف بزنی حالش ازت به هم میخوره؟ دیگه نگران نباش، چون قرار از یه دختر بشنوی چجوری مخشون زده میشه. هی پسر، قرار بعد این ویدیو انقدر جذاب بشی که همه دخترها بیفتن دنبالت. پس حتما تا آخر این ویدیو رو نگاه کن. سلام، من محمد رضام. منم تمنام. خوش اومدید به چنل امتیفم. خوشحال میشیم چنل ما رو سابسکرایب کن. خب بانو، اول از همه نور بکو داری که هزینه کردیم بله، کار آقاییمه ها، فنی، آقای فنی. آره، ما جایزیه‌مون هنوز کامل نیست ولی تو ویدیو بریز به پاش میکنیم. آره، یه جوی خرج میکنیم انگاری که حالا 200,000 تومان. تازه یه سرای خریده ولی 4 را داره، به شوهرم انداختم. آره، 4 رایی به ما فروخت. خب بریم سراغ ویدیومون. بفهم. توی این ویدیو شما قراره به آقا پسرای گل یاد بدی که چجوری خانوم بازی کن. خانوم بازی که لفظ قشنگی نیست ولی بله. آره، میخوای اول از همه بریم سراغ این که ظاهر پسرا باید چجوری باشه، استایلشون، تیپشون، اینا باید چجوری باشه که تو همون نگاه اول دلبری بکنن از خانوم. تو همون نگاه اول دلم انگاری چقدر صدام قشنگه. چه سوال خوبی پرسیدی. ممنون. توی نگاه اول چه دختر چه پسر به اولین چیزی که نگاه میکنن ظاهر همه. قطعا دختران به ظاهر خیلی توجه میکنن. 100%. حالا اگه یه فیس معمولی هم دارین سعی کنین روی استایلتون خیلی کار کنین. برای دخترها استایل خیلی مهمه. یعنی طرز لباس پوشیدنشون. آره، اکثر دخترها هم که میدونین دیگه استایل مردونه و اسپورت دوست دارن. البته سلیقه خیلی مهمه بدونی چی و با چی باید بپوشی. آفرین. خیلی آره، از پسرا بلد نیستن. این سلیقه‌ایه، ولی حالا فعلا شما مردونه رو بپوشین تا ببینیم چی میشه دیگه. فعلا مردونه ترنده. آره، بعد چی فیس، مثلا ریش میش اینا. این ریش خیلی تاثیر داره. برای من که خیلی مهمه. فکر میکنم همه دخترها کلا استایل مردونه دوست دارن، ریشدار. اگه ریشاتون خوبه، پرپشته، اینجوری کرک و پرکی نیست، حتما ریشو بذارین، نگه دارین، ریشاتون رو نزنین خواهشم. اینو از کسی میشنوین که با ریش مخ زده. البته ریش اینطوری نذارین، اون الان خیلی بد جا افتاده، بهش میگن ریش چی کشی. آره فلان. اونو نذارین، به دختره به اونا اعتماد نمیکنن. آره، اون اصلا فکر کنم رد فلگ شده الان. آره، یه چیزای ترند میشه. حالا بنده خودم مدل ریششون این شکلیه دیگه. یه مدت به امیرا گیر میدن، یه مدت به اینایی که ریشاشون اینجوریه. 206. آره، اصلا بعضیا خب ریشاشون کامل در نمیاد، فقط اینجاشون در میاد. خب اونا چیزن دیگه. ما قضاوت نمی‌کنیم. قد چی؟ قد خب بحث قد خیلی مهمه. دخترها اکثرا قد بلند و دوست دارن، ولی خب اینطوری نیستش که چیز مهمی باشه. شما اگه روی استایل و اخلاقتون کار کنین، مثلا به طرف احترام بذارین، با طرف خوش برخورد باشین، بهش توجه کنین، اهمیت بدین، اصلا اون قده به چشم نمیاد. دونی چی میگم؟ آره. ولی کلا فکر میکنم مثلا یه پسر باید یا با هم قد خودش یا کوتاه‌تر از خودش اوکیشه. شانستون خیلی پایینه بتونید یا کسی که قدش از شما بلندتر مخشو بزنید. آره، ولی من نظرم رو همون اخلاق و استایله. چه قد بلندایی که لاشی از آب در اومدن، اصلا مرد زندگی ازشون سخن بزرگان. بله. چه قد کوتاهایی هم که مرد زندگی هن. شما همون اگه قد بلندی هم نداری قصه نخور، استایل و اخلاقتو درست کن پسرم. آره، هیکل چی؟ مهمه فیت باشی یا نباشی؟ مهم خب نیست. الان خیلی دختر رو به این توجه میکنن، به این که مثلا طرف بدنساز باشه. البته من نظرم کلا عوض شده نسبت چی؟ نسبت به هیکل خیلی گنده. چون از وقتی که گفتی که همه باید آمپول بزنن که اونقدر گنده بشن، به نظرم اصلا جذاب نیست که تو بری به بدنت آسیب بزنی، بری مثلا یه سری دارو تزریق کنی که اینقدر گنده شی. حالا کسی که مسابقه میره فرق میکنه، ولی آره، همون ورزش معمولی بکنین خوبه بدنت دیگه. فیت باشه دیگه. آره، لازم نیست مثلا دور بازو 50 باشه. به
نظرم هم، ولی بازم از این بدنسازا مرد زندگی در حالا منو خرجشون خیلی زیاده. آره همون خرج برای زنشون بکنن، چون اینکه برم پول به مکمل بدن. دختره عزیزم از این بدنسازا مرد زندگی در نمیاد. البته آمپول بزنن مردم در نمیاد ها. به نکته کلوفتی اشاره کردی. آره ذهن من خراب کردی راجع به این کنده ها. خب حالا شما فرض بگیر که یه آقا پسری استایلشو درست کرد، ریشم گذاشت، بدنشم اوکیه، قدشم اوکیه، چجوری بره جلو، چجوری پا پیش بذاره؟ خیلی مؤدب و جنتلمنانه بره به طرف بگه که من ازت خوشم اومده، اگه افتخار میدی یه دیتی با هم بریم. البته اینکه کجا این کارو میکنم خیلی مهمه. مثلا توی اینستا از یه دختری خوشتون میاد، میرین دایرکتش بهش میگین که من ازت خوشم اومده، بیا با هم بریم دیت. اولین فکری که به ذهن این دختر میاد با خودش میگه که این چند تا از دخترای پیجش رو رفته دایرکتشون این حرفو بهشون زده. میدونی مخش زده میشه ها، ولی یکم کارو سخت میکنه و اینکه نمیتونه اعتماد کنه. آره تا بخوای خودتو ثابت کنی یه پروسه‌ای داره دیگه، باید اینم طی بشه. ولی شما توی دانشگاه مثلا یا توی یه اکیپی یا توی یه مهمونی یه دختر خانومی رو چند دفعه میبینی و از این خوشت میاد، بعد میری بهش میگی که من از شما خوشم اومده، اگه ممکنه با هم بریم دیت. این اوکی میده. چرا؟ چون با خودش میگه که خب این توی این همه دختر منو دیده پس از من خوشش اومده، قطعا داره راست میگه و خیلی کارو براتون راحت تر میکنه. دخترها به چه نکات ریزی توجه میکنه. آره و میفهمه که تو از خود اون خوشت اومده و از اخلاقش خوشت اومده، چون اون همه کیس دیگه بوده. مثلا خودمون تو دانشگاه اون همه دختر تو کلاس ما بود، خب مثلا محمد رضا با من اوکی شد، مثلا یکی از دوستامون با یکی دیگه اوکی شد، و بین اون همه دختر بعد چند سال چرا باید تو رو انتخاب کنه؟ قطعا خوشش اومده ازت دیگه. 100%. بعدم کلا پسرها خیلی ترس از ریجکت شدن دارن. یعنی برن جلو نبشنون. خب نبشنون. آره دیگه، یا میگه آره یا میگه نه دیگه، ولی خب تو شانستو امتحان کردی. راجع به تیکه انداختن چطور؟ اوه این بدترین چیزه. من اصلا نمیدونم چرا پسرها با فاز تیکه و کلکل میرن جلو. این هیچ وقت جواب نمیده اصلا. یعنی اینو از من بشنوین که با فاز تیکه و کلکل نمیشه. عمو نکن این کارو. اون مال دهه 80 بود. آره. تیکه مینداختن، شماره بدم فلان کنم. اصلا اون دختر کم حوصله شدن، میان بشینن با شما کلکل کنن که شما با... الان احترامه خیلی جوابه. بعدم اسمم تیکه بندازی دختر حس امنیت نمیکنه. آره. حس ناامنی میکنه. عروس ننم میشی؟ چی بود میگفتن؟ برای دوره خودش خوب بود، الان نه، جواب نمیده. شما همون احترام رو پیش بگیرین. احترام خیلی مهمه. احترام، توجه، امنیت. آره دیگه. پس اینجوری شد که شما خیلی محترمانه مؤدب برین جلو بگین خانم از شما خوشم اومده، تمایل دارین یه دیتی بریم فلان کنیم، شماره تو بگیرم. آره. یا میگه آره یا میگه نه دیگه. گفتم نه این همه دختر رو کره زمین یکی دیگه. خب حالا شما بگو به عنوان یه دختر چه پسرای کنسلن؟ از نظر ظاهری پسرایی که آدیداسی هن. وای. البته سلیقه بعضی از دخترها هستن، این دخترای کم سن روبیکایی، ولی در کل بخوام بگم پسری که بچه نباشه، اخلاقش مردونه باشه، استحامی بودن ازش. آره آفرین. یه محبت بی قید و شرطی بهت بکنه، بهت اهمیت بده، بهت توجه کنه. و یه چیز خیلی مهمه که پسرها اصلا بهش دقت نمی‌کنن. چی؟ اینکه یه کارایی رو برای دختره بکنی بدون اینکه چیزی بهت بگه. یعنی نگی که تو این کار رو برای من انجام بده، تو اون کار رو خودکار انجام بدی. این خیلی برای دختر مهم. مثلا همین گل گرفتن، پسر مثلا نمی کنن این کار. حالا من خودم به شخصه مثلا اینطوری نیستم که خیلی برام مهم باشه، ولی با این وجود بازم خوشحال میشم. ولی یکی که من بخوام به تو بگم که تو چرا برای من گل نمیگیری،
این اصلا قبحش میریزه، یعنی حتی اگه برام بگیرم دیگه دوستش ندارم. بفهم دیگه. آره بدون اینکه بهت بگه تو یه سری کارا رو بکن، از تو حرفاش، از تو جزئیاتش در بیار. ببین این شلت میکنه ها، خیلی جوابه. اینکه بهت اهمیت بده خیلی مهمه. مثلا من و محمد رضا فکر نمی‌کنم اینو یادت باشه، البته ما یه کلاسی داشتیم توی دانشگاه، صبح بودش، بعد من چیزی نخورده بودم. چون چیزی نخورده بودم حالم بد شده بود، سرگیجه داشتم. بعد محمد رضا رفت برام یه شکلات خرید. اینقدر این کارش بهم حس خوبی داد، حس کردم که بهم اهمیت میده. یادت نبود نه؟ نه. خیلی خوشحالم کرد و خیلی چیز کوچیکی هم بود ها. مثلا شاید یه پسر با خودش فکر کنه چی، مثلا یه شکلات حالا دیگه، ولی نه، این برای دختر خیلی مهمه. از این اتفاقی که دارم میگم داره 3 سال میگذره و من هنوز یادم اینو. خیلی کارش برام قشنگ تو دل دختر آب میشه. آره خودت فکر می‌کردی اینقدر مهم باشه؟ نه. من این همه بعد 3 سال یادم باشه. ولی الان میفهمم که اون اهمیت دادنای کوچیک باعث میشه دل طرف رو ببری. آره هر چقدر کوچیک شما انجام بدین دیگه. بعد نمیبینی پسر چی؟ پسرایی که خیلی زود صمیمی میشن، یعنی مثلا تاچ میکنن یا حرفای خاک بر سری میزنن. خب این خیلی بده. تو اولین چیزی که به ذهنت میاد اینه که خب این منو برای داستان میخواد دیگه. چیزی غیر از اینه؟ نه. تو که پسری هم همین فکر رو میکنی. طرف دیت اول یا دیت دوم بیاد مثلا تو رو تاچ کنه، تو رو که نه، مثلا یه دختری رو تاچ کنه، همه میدونن دیگه اون طرف رو برای داستان میخواد. بعدم گفتم اون احترام خیلی مهمه، اینکه تو به طرف احترام بذاری، طرف رو تاچ نکنی، به طرف زمان بدی، این یعنی که تو داری به خواستهاش احترام میذاری دیگه. بعدم مطمئن باشین اون دختر اگه از شما خوشش بیاد خودش یه جوری راه و هموار میکنه که شما اصلا تاچش کنین، شما مگه نه؟ آره به پسر کلا از اون اول تو فکر این چیزا هستن همه پسرا، ولی داداش جلو خودتو بگیر دیگه، بذار یکم بره جلو، خود طرف بیاد جلو، میدونی یه قدم اون بذاره یه قدم تو بری جلو، اصلا بحث اینجور چیزا رو باز نکن. بعد این خیلی برای دختر جذاب تره، میگه مثلا نگاه این چقدر به من احترام گذاشت، چقدر برای من صبر کرد، مثلا این مشخصه که منو دوست داره. حتی شده اگه با سیاست هم میخواین جلو برین این کارو بکنین. خیلی کار، حالا شما فکر کنم با سیاست این کارو کردی، بله درست میگم. اگه دوست دارین بدونین تو کامنت ها بنویسین، ویدیوی بعدی میگم بهتون. آره ولی خیلی جذابه، حتی اگه با سیاست هم این کار کرده باشه من که خیلی خوشم اومد. حالا فکر کن مخ طرف رو زد، پسر پاپیش گذاشت، رفت شماره طرف رو گرفت، به دیت هم دعوتش کرد، دختر دیت رو قبول کرد. دیت اول رو کی باید حساب کنه؟ معلومه که پسر باید حساب کنه. چرا؟ اصلا این که از طرف دونگ بگیری یا اجازه بدی اون حساب کنه دیتو، رد فلگ ترین چیزه. آره به دور از مردانگی. آره اصلا یه دیت رفتن اونقدر هزینه نداره که مثلا تو فکر کنی، مگه اینکه دختر لاشخور باشه، مگه بگه بیاد بریم یه رستوران گرون، اصلا همونم باشه، مگه قرار چقدر بشه؟ من میگم مگه یه دیت رفتن چقدر هزینه داره که تو مثلا فکر کنی که دختره میخواد از تو بکنه یا دختره مثلا اومده که تو حساب کنی. اصلا خیلی چیز مسخره‌ایه. شما مطمئن باشین یه دختر، مخصوصا الان تو جامعه فعلی، یه دختر اینقدر برای خودش احترام قائل، از خودش بیرونشو میره، برای خودش هزینه میکنه که احتیاجی نداره شما اون دیتو حساب کنین یا شما براش هزینه کنین. این فقط باعث میشه که بفهمه شما چقدر جنتلمنی، وگرنه که توی وضعیت فعلی به نظر من اصلا اینجوری نیست که دیگه دخترها دنبال کندن باشن. بعدم اون یه دیت رفتن اگه چقدر هزینه. بعدم کسی که دعوت کرده کلا باید حساب کنه. حالا اگه دختره دعوت میکرد اون باید حساب میکرد دیگه. آره ولی کلا به نظر من این یه کاری که یه آقای جنتلمن میکنه. و اینکه گفتم دخترها خیلی به توجه کردن و اهمیت دادن و اینا
دقت میکنن و حساسن. هزینه کردن برای اون دختر یه جوری اهمیت دادن بهشه دیگه. از همون اهمیت دادن میاد. پس این توهم توته رو از سرتون بیرون کنین که وای دختر الان میخواد از من بکنه، این اومده مثلا من فلان. نه، اون گذشت اون دوران. توهم توته نداشته باشین. آره. خب حالا شما به عنوان یه دختر اگه بخوای یه نکته طلایی، یه رازی رو از دخترها برملا کنی که پسرها نمیدونن ولی اونجوری مخ دخترها زده میشه میتونن کارو جمع کنن، اون چیه؟ یه چیزی که پسرها اصلا بهش توجه نمیکنن خندوندن یه دختره. این که تو بتونی یه دختری رو بخندونی، این دختر با تو بهش خوش بگذره، یعنی کار تمومه. اینقدر این موضوع جواب اصلا اینو از کسی بشنویم که مخش با خنده خورده. جینیس. آره ببین خیلی اصلا کار ساده هم هست. تو فقط کافیه طرف رو بخندونی. ولی یه نکته ای داره، شوخی مثبت 18 نکنین دیگه خواهشن. همون حرفای خاک بر سری دیگه نزنیم. آره نگین این چیزا رو، همون شوخی خیلی آقا طور بکنین دیگه. شوخی دستی هم نکنین. آره کلا شوخی اونطوری سبک بازی نکنین دیگه، سنگین باشین. آره آفرین، مثل خودت دیگه. قربانت. فکرم شوخی دستی اما مثل این آقا نباشین. به مرور زمان بودون دیگه. آره بعد ما چون با هم رفیق بودیم یکم مثلا شلتر بودیم جلوی هم. آره. با تاچ کردن هم دیگه مشکل نداشتیم. ولی شما نکنیم مثلا با طرف توی دیت اول بیاین شوخی دستی بکنیم داداش بخوری. نکنین این کارا رو، زشته. ولی خندیدن خیلی تاثیر داره. شما اگه بتونین یه دختر رو بخندونین و بتونین اون حس رو بهش بدین که پیش شما حالش خوب باشه، بهش خوش بگذره، تموم. خب مرسی که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردین. ما کلی ویدیوی دیگه هم داریم که فکر میکنم خیلی خوشتون بیاد. اگه دوست داشتین برین نگاه کنین.